دنیا هیچ وقت عادلانه بازی نمیکنه. مهم نیست چقدر صادق باشی، همیشه کسی پیدا میشه که بهت خیانت کنه. مهم نیست چقدر ماهر باشی، همیشه یکی که شایستگیش از تو کمتره جاتو میگیره. این واقعیته. اما کسانی که این واقعیت رو میفهمن اونا زنده میمونن و کسانی که زنده میمونن حکومت میکنن. این قدرتیه که دیده نمیشه اما همه حسش میکنن. این هوش سیاهه. هوش سیاه وقتی متولد میشه که آدما خیانت میبینن، تحقیر میشن و شکست میخورن. بقیه زیر بار این فشار میشکنن اما تو از اون درد قدرت میسازی. این همون هوشیه که گوش میده، تماشا میکنه، ساکت میمونه و دقیقاً تو بهترین لحظه ضربه میزنه. وقتی بقیه بحث میکنن تو اطلاعات جمع میکنی. وقتی اونا عصبانی میشن تو فکر میکنی. وقتی اونا تو احساساتشون غرق شدن تو داری آینده‌تو میچینی. بیشتر مردم دارن منچ بازی میکنن اما تو قراره همین الان یاد بگیری چطور شطرنج بازی کنی. اما قبل از این که عمیق بشین بذارید رکو پوسکنده بگم. این دانش برای محافظته، نه نابودی. ازش استفاده کن تا از خودت دفاع کنی، نه برای اینکه به مردم آسیب بزنی. هدف اینه قواعد بازی رو یاد بگیری، نه اینکه تبدیل به آدم بده قصه بشی. امروز 8 ویژگی روانی رو میشناسی که بازماندگان از قربانیان جدا میکنه، رهبران رو از پیروان و برنده ها رو از بازنده ها. حالا بیاید رازایی رو کشف کنیم که قدرتمندان نمیخوان شما بدونید. شماره 1. ابهام محاسبه شده. تو هرگز نباید نیتاتو کف دستت بذاری. تو فقط چیزی رو نشون میدی که ضروریه. وقتی مردم فقط نصف داستانو میدونن، جای خالی رو با تخیل خودشون پر میکنن و اون تخیل اونا رو کنترل میکنه. ماکیاولی میگه همه اون چیزی که نشون میدی رو میبینن اما تعداد کمی میفهمن واقعا چی هستی. به جذابترین آدمایی که میشناسی فکر کن. اونا هیچ وقت سفره دلشون رو کامل باز نمیکنن. توی داستاناشون جای خالی میذارن. سوالو با سوال جواب میدن. وقتی منتظری توضیح بدن فقط لبخند میزنن. این دروغگویی نیست، این ارتباط هوشمندانه است. بذار بگم تو اکثر مکالمات چی میشه. یکی یه سوال میپرسه و تو حس میکنی وظیفت یه جواب کامل بدی. انگیزه‌هاتو میگی، ترسات، نقشه‌هات. فکر میکنی داری اعتماد میسازی اما در واقع قدرت تو داری دو دستی تقدیم میکنی. آدمای باهوش میفهمن که رازآلود بودن نفوذ میاره. وقتی همه چیزو لو نمیدی مردم کنجکاو میشن. کنجکاوی میشه علاقه میشه احترام و احترام میشه نفوذ. فرض کن یکی میپرسه آخر هفته برنامه چیه؟ اکثر مردم میگن هیچی بابا، خونم، شاید فیلم ببینم. این خیلی صادقانه است اما کاملا هم فراموش شدنیه. به جاش میتونی بگی باید به یه کار مهم رسیدگی کنم و بعد بحثو عوض کن. تفاوت رو دیدی؟ جواب اول تو رو قابل پیش بینی میکنه، جواب دوم تو رو جذاب میکنه. این معنیش بیادبی یا مرموزبازی الکی نیست. یعنی انتخاب کنی چی رو بگی و کی بگی. موفق ترین آدما این کار استادانه انجام میدن. فقط اونقدر میگن که درگیرت کنن اما نه اونقدر که مشتشون باز بشه. اطلاعات تو پول توه، همش رو یه جا خرج نکن. وقتی این کارو تمرین میکنی مردم با دقت بیشتری بهت گوش میدن چون میدونن تو الکی حرف نمیزنی. کلماتت وزن پیدا میکنن چون کمیابن. یادت باشه هدف این نیست که ادای مرموزا رو در بیاری. هدف اینه که کنترل روایت و روابطت دست خودت باشه. شماره 2. شخصیت تطبیق پذیر. تو با همه آدما یه جور رفتار نمیکنی. تو شخصیت تو بر اساس کسی که جلوت نشسته تنظیم میکنی. مردم فکر میکنن تو رو میشناسن اما اونا فقط یک نسخه از تو رو میشناسن. ماکیاولی میگه یه پادشاه باید مراقب باشه حرفی نزنه. اگه اینکه سرشار از 5 صفت باشه تو برای شنونده مهربان، وفادار، انسانی، درستکار و دیندار به نظر برسه. این دورویی نیست، این سیاسته. تو همین الانم ناخودآگاه این کارو میکنی. با مادر بزرگت یه جور حرف میزنی، با رفیقات یه جور دیگه. توی مصاحبه کاری یه شخصیتی، توی مهمونی یه شخصیت دیگه. شخصیت تطبیق پذیر یعنی این کارو آگاهانه انجام بدی. هر آدمی ارزش‌ها و مدل فکری خودشو داره. اگه با همه مدل باشی، با بعضیا جوری ولی بقیه رو کلاً از دست میدی. آدمای باهوش طرف مقابل رو آنالیز میکنن. طرف تحلیلیه، بهش آمار و ارقام بده. احساسیه، با قلبش حرف بزن. این دستکاری نیست، این هوش ارتباطیه. مثل آب باش. آب شکل ظرف رو میگیره اما ذاتش عوض نمیشه. چه تو لیوان باشه، چه تو دریاچه، هنوز آبه. تو هم همینطوری. ظاهرتو عوض میکنی تا مناسب موقعیت باشه اما اصول ارزشات ثابته. اشتباه مردم اینه که فکر میکنن خود بودن یعنی همیشه یه شکل بودن. نه، اصالت یعنی خودت باشی ولی زبان تو جوری تغییر بدی که بیشترین تأثیر رو بذاری. وقتی اینو یاد بگیری با هر کسی میتونی ارتباط بگیری. مردم کنارت حس میکنن درک شدن چون داری با زبان خودشون حرف میزنی. این مهارت تو مذاکره و رهبری معجزه میکنه. تو زور نمیزنی که بفهمنت، تو فهمیدن رو براشون آسون میکنی. اما یه هشدار مهم، انقدر رنگ عوض نکن که خودتو گم کنی. ارزشات، شرافتت و اصول اصلیت خط قرمزن. فقط ویترینت باید عوض شه. قوی‌ترین آدما مثل الماس هستن. 1000 تا وجه دارن اما هنوز یه سنگ واحد و محکمن.
شماره 3 اصل رها بودن. تو برده هیچ رابطه، هیچ احساس یا هیچ نظری نیستی. چیزی که از دست دادنش نترسی نمیتونه تو رو کنترل کنه. چیزی که نتونه زنجیرت کنه نمیتونه بازیت بده. ماکیاولی میگه چون جمع کردن عشق و ترس سخته، اگه مجبور باشیم انتخاب کنیم خیلی امن‌تره که از ما بترسن تا اینکه عاشقمون باشه. رها بودن احتمالاً سخت‌ترین مفهومه. مردم فکر میکنن یعنی بی‌تفاوت بودن. نه، یعنی آزاد بودن. اکثر مردم اسیر وابستگی‌هاشونن. میترسن کارشون رو از دست بدن، پس توهین رو تحمل میکنن. میترسن تنها بشن، پس از ارزشاشون کوتاه میان. میترسن تایید نشن، پس حرفی رو میزنن که بقیه خوششون بیاد. ترس از دست دادن تو رو ضعیف میکنه، اما رهایی از اون ترس تو رو قدرتمند میکنه. معنیش این نیست که هیچی برات مهم نباشه. معنیش اینه که برای هیچی گدایی نکنی. تصور کن 2 نفر دارن معامله میکنن. نفر اول مجبور این معامله صورت بگیره، براش حساب باز کرده. نفر دوم دوست داره بشه، اما گزینه‌های دیگه هم داره. حاضر اگه نشد بلند بشه و بره. کی قدرت داره؟ 100% نفر دوم، چون نچسبیده به نتیجه. میتونه از موضع قدرت حرف بزنه. رها بودن بهت دید باز میده. وقتی احساساتی نباشی شفافتر میبینی. وقتی تشنه تایید نباشی تصمیمات بهتر میگیری. وقتی از تنهایی نترسی آدمای بهتری رو انتخاب میکنی. پارادوکسش اینه، هر چقدر کمتر محتاج چیزی باشی احتمال اینکه به دستش بیاری بیشتره. به آدمای با اعتماد به نفس نگاه کن. اونا مطمئن نیستن چون همه چی گل و بلبله. اونا مطمئنن چون میدونن حتی اگه همه چی هم خراب بشه حالشون خوبه. این قدرت رها بودنه. البته هنوز باید تلاش کنی، اما نباید اونقدر به نتیجه بچسبی که مغزت قفل کنه. رهایی تو مغزتو دستکاری میکنه. وقتی کسی بخواد با گرفتن چیزی تهدیدت کنه که از نبودنش نمیترسی، تهدیدش پوچه. خطرناکترین آدم توی اتاق کسیه که چیزی واسه باختن نداره، اما قدرتمندترین آدم کسیه که همه چی رو برای به دست آوردن داره و هیچ ترسی نداره. این رو کم کم تمرین کن. انقدر نخو که بحثو ببری، انقدر نخو که همه دوستت داشته باشن، انقدر نخو که نقشه‌هات مو به مو اجرا شه. میبینی که مردم ناخودآگاه بهت احترام میذارن چون حس میکنن تو به این راحتی و کنترل نمیشی. یادت باشه رهایی یعنی اهمیت دادن بدون اینکه اسیر اون اهمیت بشی. شماره 4 اهرم فشار خاموش. فشار رو مستقیم نیار، صبر کن. وقتی مردم سوتی میدن و آسیب‌پذیر میشن، حضور ساکت تو سنگین ترین وزنی توی اتاقه. ماکیاولی میگه هیچ چیز بدون خطر به دست نمیاد. بیشتر مردم فکر میکنن قدرت یعنی سر و صدا، داد زدن، دستور دادن، زور گفتن. این بازی بچه هاست. قدرت واقعی زمزمه میکنه. اهرم فشار خاموش یعنی نفوذ کردن بدون گفتن حتی یک کلمه. یعنی جوری باشی که فقط حضورت بازی رو عوض کنه. چطوری؟ به جای دستور دادن شرایطی بساز که اونا خودشون بخوان کاری رو کنن که به نفع توئه. به جای گدایی احترام خودتو غیر قابل جایگزین کن. به جای جنگیدن سر قدرت کاری کن مردم قدرت رو 2 دستی تقدیمت کنه. عملیش اینه توی مکالمه بدونی کی سکوت کنی. اکثر مردم از سکوت میترسن و شروع میکنن به چرت و پرت گفتن و معمولا چیزایی رو لو میدن که نباید. وقتی تو با سکوت راحتی، تو ریتمو تو دستت میگیری. دفعه بعد که سوال سختی پرسیدن، سری جواب نده، مکس کن. سنگین نگاهشون کن، بذار سکوت معذبشون کنه. بعد جواب بده. ببین چطور حرفت برش پیدا میکنه. توی مذاکره یعنی داشتن گزینه‌هایی که لازم نیست جار بزنی. وقتی طرف بدون دستت بازه، مدلش عوض میشه. لازم نیست تهدید کنی که میری. همین که آماده‌ای بری کافیه. توی رابطه یعنی کسی باشی که بدون منت ارزش اضافه میکنه. وقتی زندگی بقیه رو بهتر میکنی، اونا میخوان نگهت دارن. لازم نیست وفاداری بخوای، با عملت به دستش میاری. توی کار یعنی کسی باشی که همه گره‌ها رو باز میکنه. جار نزن، فقط انجام بده تا همه بفهمن که بهت نیاز دارن. کلیدش صبر، دنبال نتیجه یابی نباش. تو داری نفوذ ریشه دار میسازی. دونه به کارو منتظر باش. باید با دیر به نتیجه رسیدن کنار بیای. وقتی این کارو بشی، مردم میان سراغت برای مشورت بدون اینکه تو بگی. دنبال تاییدت میگردن، از حرفت حساب میبرن. تو میشی اون نیروی آرومی که نتیجه رو رقم میزنه و هیچکس نمیفهمه کار تو بوده. اما اخلاق یادت نره، از این اهرم واسه آسیب زدن استفاده نکن. هدف اینه که موقعیت برد بسازی. بهترین استفادهش اینه که آدم‌ها رو هول بدی به سمت تصمیم‌های بهتر. تو گولشون نمیزنی، داری راهنماییشون میکنی. یادت باشه، اهرم خاموش منفعل نیست. تو داری عمل میکنی. فقط داری این کارو بی سر و صدا و تمیز انجام میدی. از 8 تا راز الان 4 تاشون میدونی. تو قسمت دوم بازی رو عوض میکنی. قراره یاد بگیری چطور ذهن دیگران رو بخونی و چطور بدون اینکه حتی کلمه حرف بزنی نتیجه رو به نفع خودت تموم کنی. اگه نمیخوای وقتی قسمت دوم آپلود شد از دستش بدی، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن. منتظر باش، چون بازی اصلی تازه شروع شده.